خبر؟ الو بعد میشنوم. سازندگان پیامرسانی ملی اوریس تلاش دارند توجه کاربران را با این نقطه به ضمیمه جلب کنند که آن با سرعت پست اینترنت هم کار میکند. به تاکید آنها کاربران می توانند به مشکل قطع علاقه در بین صحبت گفتگو کنند. خدمات علاقه تاجیکستان روز 11 نوامبر در سامانه اش از فعال شدن پیامرسانی اوریس خبر داده هدف و ضرورت آن را شرح داد. به گفته این نهاد بعد محدود شدن دسترسی به تلگرام و واتساپ در روسیه هزارها مهاجر تاجیک از نزدیکان خود کنده شدند. با ادعای خدمات اوریس این مشکل آنها را آسان میکند. به من این پیامرسان از آن جهت پسند آمد که تزریق به قیدگیریش خیلی قلای است. به هر صورت در تلفن من وی آسان بارگیری شد و توانستم واردش شوم. به عقیده من این چیزی خوب است، زیرا آن در داخل تاجیکستان کار میکند و یک پیامرسان قلای به حساب خواهد رفت. اما تمنا میگوید از این ضمیمه هنوز خودش استفاده نبرده است. از نگاه بخطری من حالا نمیدانم، برای همین هم کمتر شبهه دارم به این پیامرسان. من مثلا میدانم که تلگرام بخطریش خیلی خوب است. برای اوریس حالا نمیتوانم چیزی گویم. بخطری استفاده از پیامرسان برای همه مهم است، یعنی تا کجا سیر مکاتبه یا قاعده های حریم خصوصی رعایت می شوند. خدمات علاقه می گوید که با پیامرسان اوریس معلومات کاربران در داخل کشور حفظ شده امکان می دهد که مؤسسه ها و شهروندان در محیط امن و با اعتماد معاشرت کنند. اما برخی از کاربران و تحلیلگران ضمن بارگیری پیامرسان در اپستور به نقطه توجه کردند که به باور آنها بخطری مکاتبه را زیر سوال می برد. در بخش قاعده های حفظ حریم خصوصی پیامرسان اوریس چنین نوشته شده است: هنگام استفاده بری شما از وب ضمیمه ما معلومات مختلف را جمع آوری میکنیم، از جمله معلومات شخصی، مثلا نام شما، پشته الکترونی و عکس پروفایل، محتوای پیام هایی که شما میفرستید یا قبول میکنید، معلومات درباره دستگاهی که شما برای دسترسی به پیامرسان استفاده میبرید. در بابت امن بودن پیام های ما باشد، در همون سیاست استفاده بریش اگر که اهمیت داده باشد خوانده باشد، من در اینستاگرام خودم استوریز کردم که در اونجا نوشتگی است که کار کنندگان به محتوای پیام های گرفته و فرستاده اتان یعنی دسترسی دارن که آنها نگاه داشته می شود. از همین نقطه نظر اگر در زیر مفهوم محتوای پیام ها در نظر داشته باشند که همین خودش چی فرستانده و چی گرفته، یعنی که توانند که خوانند پیام های ما را، پس البته که به یگان طلبات امنیت جواب نمیدهد. سازندگان پیامرسانی تاجیکی گفتند این معلومات با هدفهای گوناگون از جمله برای تحلیل و بهتر کردن کار آن استفاده می شود. یک حقوقشناس تاجیک گفت از سرقانون سر کرده تا قانونهای دیگر جمع‌آوری معلومات و مکاتبه را به اجازه کاربر منع می کند. کاربران در تاجیکستان حالا معمولاً از پیامرسان‌های تلگرام و واتساپ استفاده می‌برند و به این ضمیمه‌ها باور دارند. کارشناسان ساحه می‌گویند تهیه پیامرسان ملی اوریس هم تشبوس خوب است، به شرطی که اگر استفادهش آزاد و به کاربر حق انتخاب داده شود. خیلی اینترفیسش به اینترفیس تلگرام مانند است. اگر که همین گونه فونکسیه ها رو داده تواند، اگر که همین خیلی صفات رو داده تواند، به مثال تلگرام و رقابت آزاد کنند و گویند که باز بغیر از این باز بهتر صفتی کارش بهتر شود و همین مسئله امنیتی رو نیز به نظر گرفته در سرور خودشون نگاه ندارند و یعنی یک چند باز امکانیت های علاوه‌ای پیشنهاد کنند، شاید که در بین این یا آن قسمت اهالی گیم رایج گردد. معلوم نیست که تا حال چه تعداد از کاربران پیامرسانی تاجیکی را بارگیری کرده و استفاده میبرند. تشبثکاران اظهار امیدواری کردند که با افزایش شمار کاربران برنامه مذکور به برند ملی تاجیکستان در فضای مجازی تبدیل خواهد یافت، کاری که به گفته متخصصان آسان نیست و اثبات آن را میخواهد که قاعده های حفظ حریم خصوصی پر رعایت میشوند.